دوستان سلام، حالا احوالتون چطوره؟ ببینم شما جدیدترین اظهار لایحه این مم صادق لاریجانی رو شنیدید؟ امشب میخوام تازه ترین افاضات این دراکولای عمامدار نظام رو موشکافی کنم. ببینید چه قپه‌ای اومده طرف. آخوند آملی لاریجانی: مقام رهبری به صورت عمیق و دقیق مسائل کشور را رصد می‌کنند. سخنانی نگوییم که در آن نوعی زاویه نسبت به تذکرات و سخنان مقام معظم رهبری احساس شود. ببین تو که تا اینجا اومدی خب نوع زاویه رو هم مشخص میکردی دیگه. نگران زاویه چند درجه ای؟ بابا کار از زاویه منفرجه هم گذشته، الان زاویه یه چیزی تو مایه های 180 درجه است. یعنی شاخ تو شاخه، سپر تو سپره. بعدش هم این علی گدای تلس شکسته اگه خیلی تو رصد کردن دقیقه، خوبه که اول داداش جام زهریشو رصد کنه. کلام ما هم به بزرگواران حاضر در شورای نگهبان این است که مصلحت عالیه انقلاب را در نظر گرفته و بر اساس تفسیر شخصی خود افراد را رد صلاحیت نکنید. از همان ابتدایی که یک فرد برای حضور در انتخابات نام نویسی می کند و تعداد قابل توجهی از مردم می خواهند که آن کاندیدا وارد مجلس شود، به شرط آنکه صلاحیت‌های عمومی و شرایط عامه را داشته باشد، بنابر تفسیر ما حق الناس است. دوستان اینایی که شنیدید حرفای داداش کوچیکه علی گدا، یعنی همون هادی خامنه ای بودا، همون بازجو و شکنجهگر پیشونی سیایی که سالهاست نشست کرده و قلنج اعتدال گرفته و حالا با اشاره دنبه کوسه ظاهر شده تا توپ حق الناس رو شوت کنه تو زمین ولایت و بعدم جفت پا بره تو سینه شورای نگهبان. این دیگه اسمش زاویه نیست که بابا، این همون دو قطبی ولایت ساز و ولایت سوز دیگه. یکی از این مبانی که حضرت آقا فرمودن این استش جلوگیری بکنیم از دو قطبی شدن جامعه، یعنی بررسی برجام باید تلاشش این باشه که جلوگیری بکنه از دو قطبی شدن جامعه. امروز خب ما در مذاکرات داخل کمیسیون و انعکاسی در سطح جامعه داشته موفق به این مورد نشدیم و مردم اون دو دستگی و دو قطبی بودن در بررسی برجام رو دارن از ما در سطح جامعه سوال میکنن. من فکر میکنم اعضای اصلی کمیسیون این رو رعایت میکنن، هم اخلاق مدار حرف میزنن، اخلاق مدار رفتار میکنن. دوستان عزیزی که بیرون از کمیسیون تشریف دارن که قدمشون تخم چشم ماست، بر اساس آیین‌نامه‌های موجود هم حق اظهار نظر دارن، اونها تو اظهاراتشون از یه ادبیاتی استفاده میکنن که این ادبیات بوی دو قطبی شدن رو میده. حالا برای این که هم بوی دو قطبی شدن رو استشمام کنیم و هم میزان زاویه با عظما دستمون بیاد، فقط دو تا چشمه خیلی کوچیک از همین جلسات مسخره برجام رو با هم میبینیم که عمق وحدت و همدلی تو نظام، اونم تو سال وحدت و همدلی روشن بشه. اهانت بکنی من جواب میدم. بله، مثل اون دفعه بگی خوابشون برده بود و نه آمریکایی. اجازه من جواب بده از نامرد گفتن شما که من بیشتر حرف نمیزنم. نه لجبازی نکنی. اینطور نیست. روسیه اصرار داشت. حالا اینم چون اصرار داشت. چرا؟ روسیه به خاطر کشورهای نه آقای روسیه دو طرفه نکنید دارید. وقت منو بدید خدمتتون. نه حاج آقا بفرمایید. بفرمایید. نمیشه. وقتی من میام صحبت بکنم دوستان همین پرن تو حرف من شما هم دخالت نکنید اون جایی که کجاها به سر شما کلا چون دفعه اولی است که شما تشریف آوردید، خواهشم قضاوت نکنید. نکته لذا من اولش عرض کردم که بنده و دوستانمون جدی هستیم، شما هم جدی هستید، گوش بدید، رعایت اخلاق رو و رعایت جمع رو بکنید. نکته‌ای که هست آقا، من تذکر به شما میدم، درخواست میکنم شما رو برید بیرون. آقای دکتر، آقای کوثری نه آقای کوثری، آقای نعمتی، رعایت اخلاق رو بکنید،
رعایت قانون رو، رعایت آیین‌نامه رو هم بکنید. خدمت شما عرض کنم که آقای نعمتی رعایت بکنید. آقای کوثری عضو کمیسیون از قبل هم بوده. تازه من فقط به پاچگیری همین جک جونو برای دل واپس و دلارام بسنده کردم. حالا اگه شاخ به شاخ شدن شیخ فری و اکبر شاه رو با عظما به این وضعیت قاراشمیش اضافه کنیم، میتونیم به عمق استراتژیک بحران تو نظام ولایت پی ببریم و از خیلی خرابه آقا جون. کار از رصد علی گدا گذشته. این نظام یه ماشین اسقاطی درب و داغونه که همینجوری تلق و طلوق داره میره سمت دره. اینجاست که باید گفت هموطن هلش بده، هموطن هلش بده. Chicago.